خب اول سوالتون رو بگم که تماشاچی هم من چه انتظاری دارن. طبیعیه وقتی من اومدم اینجا تیم پرسپولیس اومدن. وقتی شما میری تو بایر مونیخ میبرن قرارداد میبندن میخوان قهرمان بشی. منم اومدم اینجا میدونم که تماشاچی پرسپولیس قهرمانی میخوان و این قهرمانی هم نه که اتفاق نیفتاده بلکه بارها افتاده. من به تماشاچیای پرسپولیس قول میدم تمام نیرو، توان، دانش خودم، کادر فنی و امکانات باشگاه، بهترین نتایج، زیباترین بازی‌ها و اینکه یک برنامه‌ای بذاریم که این تیم تو آینده هم جوانای خیلی خوبی داشته باشه انجام بدیم. قول قهرمانی دادن که بگی من قهرمان میشم، هیچ کس نمیتونه قول بده، هیچ کس نمیدونه تو آینده چه اتفاقی میفته. ولی من چیزی که تو فوتبال میدونم و چه دوران بازیگری، چه زمانی که مربی شدم و در تیم ملی ایران بودم، تیمای پایه بودم و تیمای دیگه، همیشه فکر من قهرمانی بوده، فکر من پیشرفت بوده. من وسط جدول دوم، سوم، چهارم ته جدول دوست ندارم. همیشه باید قهرمان بشی. من دوست دارم که ایران قهرمان بشیم، بریم آسیا قهرمان بشیم. این فکر کلی منه. اما اینکه شما بخواید من بهتون قول بدم، قول دادن یه چیزیه که تو فوتبال شاید دروغ باشه، ولی قول میدم که بازی‌های بسیار خوبی انجام بدیم بدون هیچ عذر و بهانه‌ای، با تمام قدرت و امیدوارم امسال تماشاچی پرسپولیس از بازی ما لذت ببره. انتظارتون هم از هواداران هم حالا نمایشم انتظار ما اینه که از ما، از تیم حمایت کنن، پشت تیم باشن و انتظار دیگه ای نداره. خوشحال هستم که علاوه بر این که من در این تیم بازی کردم، این افتخار نصیبم شد که بتونم دوباره به این تیم برگردم در لباس مربیگری. طبیعتاً در لباس بازیگری شما فقط مسئول خودتون هستی، ولی در لباس سرمربیگری تیم بزرگی مثل پرسپولیس شما مسئولیت یه تیمو داری. و من به تماشاچی قول میدم تمام تلاش، نیرو و من و کادر فنی و باشگاه برای سرافراز کردن تماشاچی‌ها نتایج خوب انجام خواهد شد.